بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد محمد و صحبه. اما بعد بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در درس دیگر، درس 65 از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستیم و این درس به حول قوه الهی نهایت جزء اول سوره قرآن کریم هست. این درس را به حول قوه الهی همونطور که مستحضر هستید آیات 138 تا 141، یعنی آخرین 4 آیه، فکر کنم 138 139 140 141، بله 104 آیه آخر جزء اول هست. ابتدا این تلاوت زیبا را از این آیات بشنویم و بعد بریم سر شرح و تفصیل آیات به حول قوه الهی. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد این تلاوت زیبا را شنیدید. آیه 138 قرآن کریم در سوره بقره خداوند عزوجل می‌فرماید صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون. این آیه یعنی ترجمه روانش از دین و آیین الله پیروی کنید و آن را بپذیرید و چه کسی بهتر از الله در دیناوری و آیین نگاری، حالان که ما تنها عبادت کنندگان اوییم. حالا ممکنه این ترجمه به معانی دیگه هم گرفت، ولی من این ترجمه رو پذیرفتم. از دین و آیین الله پیروی کنید. صبغة الله یعنی این رنگ و آیین و زینت و طهارتی است که الله برای شما انتخاب کرده، راهی است و دینی و آیینی است که الله انتخاب کرده، از اون پیروی کنید، آن را بپذیرید. و چه کسی بهتر از الله؟ و من احسن من الله صبغه، چه کسی بهتر از الله در دیناوری و آیین نگاری. و نحن له عابدون یعنی حالان که ما تنها عبادت کنندگان اوییم. شرحش را انشاءالله نظر میگذرانیم. ترجمه کلماتی که در اینجا هست، یکی صبغة الله هست. صبغة الله، رنگ، در اصل صبغ هم از همون کلمه صبغ گرفته شده و صبغه یعنی رنگ و زینت. رنگ و زینت این معنای استعاره است و استعاره در لغت عرب یک معنای خاص و ویژه. از اونجایی که دین زندگی انسان را عوض میکنه، به انسان روش و منش خاصی میدهد در سخن گفتن، در فکر کردن، در زندگی کردن عموما، به همین خاطر از دین و آیین به نام صبغه استفاده شده. در اینجا گفته شده علت نصب یا منصوب بودن صبغه در ابتدای آیه که صبغة الله، چون جملات عربی غالبا با رفع شروع میشه، با ضمه شروع میشه، ولی در اینجا با نصب هست. صبغة الله گفته شده یکی از علتها اینه که ممکنه مفعول باشه و اونجا فعل مقدر باشه، همون اتبعوا او الزموا، از باب تشویق. الله سبحانه و تعالی بعد از اون آیاتی که درباره رد ادعای یهود و نصارا بود و بعد از این که دیگران را دعوت میده، چه مسلمانان چه غیر مسلمانان، به ایمان به کتاب‌های الهی در طول تاریخ و اینکه به اون معیار فکر بکنند،
الله سبحانه و تعالی میفرماید بیایید از این آیین الهی پیروی کنید. پس بنابراین اتبعوا او الزموا صبغة الله که همون دین الله باشد، یا اینکه بدل از ملت است. اگر که آیه ما قبل بر بگردیم آیه 135 میدونیم که در اونجا الله سبحانه و تعالی فرمود قل بل ملت ابراهیم. همچنان که بعضی گفتن این بدل از اون ملت ابراهیم است. ملت ابراهیم همین دینش هست که در اینجا دستور به چی؟ پیروی و اطاعت از اون داده شده است، که بعضیا اون رو تفسیر کردن به همون غسل ورود به دین. برای کسی که مشرک هست واجب است که غسل بزند، به همون غسل واجب هست، غسل وارد شدن به اسلام. یا اینکه گفته شده مصدر مؤکد هست، یعنی به شیوه دیگه ما بگیم که یک فعل از جنس خود سبقه در اونجا مقدر هست، میگیم اسبغوا صبغة الله، یعنی به دین خدا درآیید، به آیین خدا درآیید، یا به شکل و سیمای دین خدا بپیوندید. با توجه به رنگ و بوی دین و تأثیر آن بر روش و منش هر انسان، صبغت الله همان دین اوست که تفسیر سلف صالح رضوان الله علیهم اجمعین هست. یعنی به دین و آیین الله درآیید و به کردار و رفتار و دستورات آن عمل کنید، زیرا همه ما خواهی نخواهی بندگان حق تعالی هستیم. چطور؟ و نحن له عابدون، یعنی این عبادت ممکنه یک بعدش از باب تسلیم بودن در مقابل اوامر الهی خارج از اراده باشد. اونجا میگن اسلام کونی، یعنی ما مقدراً خواسته یا ناخواسته تابع اوامر طبیعی این دنیا هستیم که الله مقدر کرده، ولی در مسائل شرعی ما با اختیار خودمون اومدیم و لذا ما چه بخواهیم چه نخواهیم همانند سایر موجودات مطیع امر الهی هستیم. و له اسلم من فی السماوات افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا غیر دین الله را طلب میکنند حالان که همه چیز در این کون و جهان، همه خواهی یا نخواهی، چه از روی طوع چه از روی کر چه از روی خواسته یا ناخواسته، بندگی او را دارند به جا میارند. پس بنابراین در آیه بعد این معنا را به شیوه دیگه خطاب به مشرکین یا خطاب اهل کتاب کامل کرد. بگو قل اتحاجوننا فی الله، بگو آیا درباره الله یا درباره دین الله با ما جدال و مجادله و بحث میکنید، حالان که ولنا اعمالنا و هو ربنا و ربکم، در حالان که او یعنی الله سبحانه و تعالی پروردگار ما و پروردگار شماست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، کردار ما راست، یعنی از آن ماست، به خودمون مربوطه، و کردار شما هم شما را، یعنی کار شما هم به خودتون ربط داره. یعنی میخواد بگه هر کس در گرو کار خودشه. و نحن له مخلصون، ما مخلصان درگاه الهی هستیم، ما تنها برای او اخلاص به خرج میدیم، در حالی که شما ممکن این کار رو نکنید. خب ترجمه این چند کلمه که در اینجا اومده، یکی دو تا بحث مهم داره. یکی این که اتحاجوننا، برای استفهام هست، همونطور که قبلا عرض کردم. همزه در لغت عرب مثل هل، و هل و اینها برای چی؟ استفهام است، برای سوال کردنه. یعنی آیا، تحاجوننا، تحاج از محاجه میاد به معنای مجادله، از طلب حجت کردن. اصل ریشه کلمه از حجت بیاد، و وقتی که دو نفر در رأی و فکر با هم مخالفند، اگر که با هم مخالفند از همدیگر طلب حجت میکنن، دلیل تو بیار، اون میگه دلیل تو بیار. این میشه محاجه و مجادله و بحث برای طلب دلیل. شما بر حقید، خود دلیل تو بیار. من میگم شما بر حقید، دلیل تو بیار، برهان تو پیش کن. استدلال به اصل. و اینجاست که نوع نزاع لفظی برای غلبه بر خصم و مخالف است، که قرآن به اونها میگه اتحاجوننا فی الله، آیا شما مشرکین با ما مجادله میکنید، مسلمانان و مؤمنین، درباره الله یا درباره دین الله؟
شما میگید ما بر حقیم، ما میگیم ما بر حقیم. خب در حالی که ما مخلصیم، ما مخلصان اللهیم، داریم کارهامون واسه الله انجام میدیم، شما دارید واسه غیر الله انجام میدید. شما تو پای بت خوابیدید، ذبح و قربانیتون به سوی بت هاست، بت هایی که با دست خودتون تراشیدید. نظر و نیازها و دعاها و خواسته هاتون را به بتکده ها میبرید، در حالی که ما میگیم یا الله یا رب. خب پس بنابراین فی الله در اینجا درباره دین الله و اینکه کدام دین بر حق است، آیا روشی که شما در پیش گرفتید یا روشی که ما در پیش گرفتیم. و اینجا لازم بود که بدانیم بعد از دعوت به اتباع دین حق و در آمدن به آیین او، قرآن به جدال و بحث نابجای اهل کتاب خورده میگیره و آن را باطل میداند و بهشون میگه که همه ما زیر سایه لطف و رحمت بیکران حق تعالی هستیم و آنان بر حقند که در کردارشون مخلص باشند. یعنی ادعا را بذار کنار، بذارید صادقانه با هم عملمون رو محک بزنیم کی مخلصی تو این راه. و ممکنه در اینجا خطاب به مشرکین هم باشد، همچنان که آیه ما قبل فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا خطاب به اهل کتاب در رد ادعاشون باشه در آیه 135. این آیه میتونه ردی در ادعای مشرکین باشد که بر تمام شرک و خرافات و بدعتایی که بودن خودشون را بر دین ابراهیم خلیل میدونستن. قرآن به اونها میگه که اتحاجوننا فی الله، آیا با ما مجادله میکنید درباره دین خدا، در حالی که خداوند پروردگار ما و شماست. همه ما بنده خداییم، ما یک کارایی داریم انجام میدیم، شما هم یک کاری، هر کس هم در گرو کار خودشه، کار ما به شما ربطی نداره، کار شما هم به ما ربطی نداره. ولی بدانید که ما مخلصان اللهیم و این خیلی مهمه. ترجمه آیه ما بعدم بشنویم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا او نصارا. و این باز برمیگرده به یهودیان و مسیحیان، اونهایی که میگفتن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط. حالا ادعای اونایی که یهودی میگفتن اینها یهودی بودن، اونایی که نصرانی بودن میگفتن اینها نصرانی بودن. قرآن میفرماید قل اانتم اعلم ام الله، یعنی یهودیان ادعا میکردن که این پیامبرانی که نامشون برده شد ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانشون یهودی بودن. مسیحیان میگفتن اینا مسیحی بودن. قرآن میگویند چه؟ بگویید آیا شما بهتر میدانید، آیا شما بهتر میدانید یا الله اانتم اعلم ام الله؟ این یک سؤال انکاری توبیخ و ذم درش هست. یعنی چی؟ شما بهتر میدونید یا الله؟ جوابی نداره این. چون اگر گفتن که الله، پس این گفته الله است که همه اینها بر دین اسلام بودن. اگر گفتن که ما بهتر میدونیم، خب کافر میشن. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه ما از الله بهتر میدونیم. سر یک دوراهی قرار گرفتن که هیچ جواب نمیتونستن بدن. اگه گفتن بله الله بهتر میداند، خب الله میگوید که اینها همه بر دین اسلام بودن، بر دین توحید بودن، بر اخلاص و یکتاپرستی بودن، چرا شما راه شرک و کفر و عناد در پیش گرفتید؟ بنابراین فرمود که و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. و چه کسی ظالمتر، یعنی نیست ظالمتر و ستمکارتر از و ستمگرتر از آن که شهادت حق را که از جانب الله پیش خودش هست کتمان میکنه، دست روش میذاره. وما الله بغافل عما تعملون، و الله از آن چه میکنید غافل و بیخبر نیست. یعنی حواستون جمع باشه، این شهادت الهی را دارید کتمان میکنید و دارید انسانهای زیر دستتون را که نادان هستن از شما پیروی میکنند، اهل علم، دارند خاموش نگه میدارید، ساکت نگه میدارید و بر باطلشون صحه میگذارید و آنها رو تایید میکنید. بدانید که خدا از این کارتون غافل نیست، مواظب کارتون باشید. پس بنابراین قرآن ام تقولون، یا این که میگوییم با صیغه غائب هم خونده شده، یعنی ام یقولون ان ابراهیم. اگر گفتیم در صورت اول یعنی ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل، عطف بر آیه ما قبل هست. یعنی آیه ما قبل گفت که قل اتحاجوننا فی الله با لفظ خطاب هست، آیه بعدم فرمود ام تقولون، اینجا میشه عطف.
ام تقولون ان ابراهیم، یا اینکه با در دین حق دین الله با ما مجادله میکنید، یا اینکه ادعای دیگه دارید که اینها بر دین شما بودن، یا اینکه به قرائت دیگه خونده شده ام یقولون ان ابراهیم. اونجاست که ما میتونیم بگیم که در سوره دوم ام منقطع هست و جمله جدید داره شروع میشه و مخاطب اول غیر از مخاطب دوم است. یعنی مخاطبی که در آیه 139 هست میتونه مشرکین مکه باشه، چون اهل اخلاص نبودن، اهل شرک بودن، بنابراین قرآن بهشون میگه و نحن له مخلصون. یادتون باشه که ما پیروان محمد مخلصان درگاه الله هستیم، شما نیستید، شما دارید شرک میکنید. نمازتون و طوافتون و نمیدونم قربانیتون و دعا و نیایشتون، همه نظر و نیازهاتون دارید میبرید برای بت و صنمها و سایر شرک و خرافاتتون دارید ذبح و قربانی میکنید، اونجا میبرید. اما ما مسلمان ها این کار نمی کنیم، برای الله، همه کارمون واسه الله است. پس بنابراین اونجا میتونه خطاب به مشرکین باشد. و ام یقولون که از جدید شروع میشه در آیه 136 140 معذرت میخوام 139 و 140. در آیه 140 اگر به صیغه غیاب بخونیم بگیم که ام یقولون، صیغه غائب بخونیم، میشود مخاطب جدید و اون اهل کتاب هستند، چون درش ذکر پیامبران بنی اسرائیل و اهل کتابه. یک میان برنامه میگیریم، بعد موضوع را در این آیه و آیه ما بعد تکمیل کنیم. به حول قوه الهی. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد آیه 139 و 140 و 141 سوره مبارکه بقره رو داریم شرح و تفسیر میدیم. به اینجا رسیدیم که ام تقولون و ام یقولون هر دو خونده شده و هر دو هر کدوم معنای خاص خودش رو میرسونه. اگر گفتیم ام تقولون عطف بر آیه ما قبل هست و معناش اینه که مخاطب اول مخاطب بعد یکی هستن و اونا اهل کتاب. اگر گفتیم ام به معنای ام یقولون، معناش اینه که ام اینجا به معنای واو می اومده، یعنی عطف نیست بر جمله ما قبل، بلکه چیه؟ منقطع هست، استئناف جمله جدیده و آیه ما قبل خطاب مشرکین و آیه ما بعد که الان هست آیه 139 مخاطبش اهل کتاب هست از یهود و نصارا. تفسیر این آیه این میشه که در این آیه بر ادعای باطل اهل کتاب که انبیاء نام برده که در این آیه هستند، یهودیان اونا میگفتن یهودی هستند پیامبران، و نصرانی ها یا مسیحی ها میگفتن اینا مسیحی هستند. قرآن این ادعا را تقبیح کرد و آنها را بر کتمان شهادت حقی که از جانب الله داشتن رو توبیخ میکنه و ذم میکنه و نکوهش میکنه، و اون این که در تورات و انجیل میخوندند که اینها دین توحید آوردند و مردم را به راه حق راهنمون کردند. چطور میشه امروز این دین و خرافات دین اونها باشه؟ خب بریم سر آیه آخر 141. اونجای قرآن کریم میفرماید آنان قومی بودند که گذشتند، تلک امتون قد خلت، اونا رفتن، اونا گذشتن. خلت از خلا میاد، یعنی مؤنث، صیغه مؤنث هست، یعنی گذشتن. اون امت گذشت، اون قوم رفتن، اون گروه دیگه عهدشون تموم شد. اونا قومی بودند که گذشتن. لها ما کسبت، کارشون واسه خودشون بوده، آنها راست آنچه کرده اند. خوب بودن واسه خودشون کردن، بد بودن واسه خودشون کردن. ما در مقابل قبال اعمال و عمل کرده اونها محاسبه نخواهیم شد. و شما راست و لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، و شما راست آنچه کرده اید یا میکنید. ولا تسألون عما كانوا يعملون، و از آنچه که آنان کردن بازخواست نخواهید شد. خب همونطور که عرض کردم قد خلت با یعنی فی صیغه ماضی گذشته مؤنث همراه با تأکید قد خلت، و قد برای چیه؟ تأکید در فعل ماضی وارد میشه. گفته گذشتند، رفتند پای کارشون و عهدشون تموم شد. پس بنابراین پیامبران هرچی بودند با تمام خوبی هاشون از عهد ما دیگه گذشتند. دیگه ما نسبت دادن خودمون به عملکردهای خودمون به آنها مسئله رو حل نمیکنه. ما باید جوابگوی کار خودمون باشیم. لا تسألون یعنی سوال نمیشید، بازخواست نمیشید. و بریم سر آیه از نظر شرح و تفسیر.
در آخرین آیه این قسمت که آخرین آیه از جزء مبارکه جزء اول سوره قرآن کریم هست، در آخرین آیه این قسمت قرآن از همه مشرکین میخواد تا دست از عناد و جدال و لجاجت بردارن، گناه کار خودشون را به دوش دیگران نندازن، بلکه در قبال عمل کرده خودشون مسئول باشن و بس. سعی کنند با رو آوردن به اسلام خالص و دین توحید خود را نجات بدن. درس و عبرت‌هایی را هم در اینجا می‌آموزیم و بحث رو خاتمه میدیم. و اون این که درس عبرت‌هایی که از همه مهمتر اینه که همه انسان‌ها در ربوبیت توحید ربوبیت یک مشترکن، همه بندگان خدا هستند و به همین خاطر قرآن فرمود قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم. البته بعضی ها اینجا فی الله را فی دین الله گرفتند، ولی فی الله هم میشه گفت، یعنی مشرکینی که اگر اون خطاب را به مشرکین بگیریم تفسیر درست میشه. و اون این که شما مشرکین مکه تمام کارهاتون دارید غیر الله انجام میدید، حالا دارید مجادله میکنید در ذات الله، جایز و روا نیست، در حالی که همه ما بندگان او هستیم. اون پروردگار ماست، اون ما را آفریده. چون رب در لغت عربی 4 معنای متکامل داره. رب به معنای خالق، و رب به معنای مالک، و رب به معنای مدیر و مدبر، و رب به معنای روزی دهنده و اداره کننده. پس بنابراین معانی 4گانه است که کلمه رب وقتی میگوید قرآن رب العالمین، معنای کاملش اینه که خداوند همه هستی و همه جهانیان را آفریده و مالک تمام این هاست و همه اینها را در اداره میکنه و به همه روزی میرساند. حالا قرآن میخواهد از زبان مؤمنین به مشرکین مکه بگه که و هو رب قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم. در ذات الله با ما مجادله و بحث میکنید، در حالی که اون چیه؟ الله پروردگار ما و پروردگار شماست. اینجا جای بحث نیست، جای بحث نیست. بیستریم اصل مطلب و اون که عمل کرده هاست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. شما در گروه اون کارهاتون محاسبه خواهید شد، ما هم همینطور، ولی بدونید ما رای اخلاص و بندگی رو در پیش گرفتیم و نحن له مخلصون، اما شما نه. درس دوم اینه که فضیلت اخلاص و اینکه آن محق است که مخلص است. همه مدعی بر حق بودن و مدعی بر توحید و بر حق بودن دارند، ولی اونی بر حقی که عملا مخلص باشه. یعنی هر کس که مخلص است میتونه ادعا بکنه که بر حقه. به عبارت دیگر در سوم اینه که هر کس در گروه اعمال خویشه. یقینا باید بدونیم کل نفس بما کسبت رهینه، تلک امة قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. و این مطلب را قرآن به زبانها و عبارتها و جمله‌ها و شیوه‌های مختلف بازگو کرده تا اینکه به ما حالی کنه که ما هرگز در مقابل عملکرد دیگران مسئول نیستیم، ولی باید ابلاغ کنیم. از بدترین و همچنین از بدترین گناهان پوشاندن حق است. اهل ایمان بدان، اهل علم بدانند، اونهایی که اهل تحقیقند، اهل پژوهشند، میدانند وای بر حالشان اگر بر دیگران برملا نکنند. بدترین گناه و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، آن که اهل تحقیق است، چی میخواد مسلمون باشه چی میخواد مسلمون نباشه، وای به حالش اگر که حقیقت را کتمان بکند. پشت سر کتمان کردن حق ادلال و تضلیل و گمراه کردن هزارها بلکه میلیونها انسان هست. این نیست که انسان وقتی که سنگ علم به سینه زد بتونه هر طور که دوست دارد عمل کند. خیر، بدترین گناهان کتمان علم است و لذا اهل علم اگر از مسئله سوال شدند باید حقیقت را بگویند ولو اینکه به قیمت جانشان باشه. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.